سنت اگر از ما برداشته شود ما چی هستیم؟ قرآن اگر از ما برداشته شود ما چی هستیم؟ بیاین که اذهان عام مردم را، اذهانی که عام مردمی که پشت ما اقتدا میکنن، اذهان عام مردم را مغشوش نسازیم و در مورد مسائل حرف نزنیم که بدگمانی ها در جامعه بروز پیدا بکنه، دشمنی ها در جامعه بروز پیدا بکنه. مردم پشت علما و پشت دانشمندایی که در مورد سنت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم حرف میزنه از او دور بگیرزه. پس بیاین که در مورد اقوالی را که برای مردم میگوییم، در مورد افعالی را که در نزد مردم انجام میدهیم، در مورد این تجدید نظر بکنیم. مشکل عام مسلمان ها، مشکل اکثرا علمای من و شما ای است که میگوید که حرف را که ما گفتم، حرف را که عقل ما تقاضا میکنه، سخنی را که عقل ما تقاضا میکنه، همین شریعت است، همین قانون هست، همین پیام الهی است. حرفی را که دعوتگری میگوید، حرفی را که پیام رسان دیگری میگوید، حرفی را که عالم دیگری میگوید، این حرف قابل قبول من نیست، چون به طبیعت و مجاز ما برابر نیست. دین طبیعت و مجاز نیست، شریعت طبیعت و مجاز یک فرد نیست، قرآن طبیعت و مجاز یک فرد نیست، بلکه قرآن پیام الهی هست. قرآن پیام کسی هست که من و شما را در زمین خلق کرده است. قرآن پیام اطور یک شخصیت هست.